سلام و درود مجدد خدمت شما عزیزان. خوشحالم که مباحثمون براتون جذاب شده و دوستان سوالات متعددی رو میکنن. من دوست داشتم سوالات بیشتر پیرامون و مبحث ذهن باشه، ولی بعضی از عزیزان سوالات متفاوتی رو میپرسن، سوالاتی رو که شاید تو بعضی از جوامع قابل پذیرش باشه، بعضی ها نه، بعضی شاید اسم خرافه اسمشو بذارن، بعضی ها شبه علم این پرسشورها رو مد نظر داشته باشن و شاید بعضی نه قبول قطعی داشته باشن و بگن حتما هست. ولی به هر حال بعضی از پرسش‌ها عرف جامعه شده یا بعضی از اتفاقات در جامعه متعارف شده. در نتیجه باید نسبت به اون یک نگاه منطقی داشت و جواب منطقی هم نسبت بهش داشت. به همین دلیل یکی از سوالاتی که جذاب بود، تعداد زیادی از دوستان پرسیده بودن، در مورد چشم زدن و چشم زخم بودش. آیا هست، آیا نیست، آیا این به صورت یک خرافه است یا نه به صورت یک ایده‌ای که خودمون به خودمون تلقین میکنیم. در پاسخ به تمامی عزیزان باید بگم که بنده خودم به عنوان شخصی که حالا بگم این موضوع رو میپذیرم، بله من به این موضوع اعتقاد دارم، به چشم زدن. شاید خیلی اعتقاد نداشته باشن، قبول نکنن، ولی در بسیاری از ادیان داریم که چشم زدن رو قبول دارن. حتی بزرگان دینی این رو گفتند و تایید کردند. شاید عده‌ای بگن نه ما قبول نداریم و این یک خرافه است. قابل احترام نظرات هر کسی. بعضی از موارد رو شاید اثبات فیزیکی خاصی نشه براش کرد، در صورتی که شاید اثباتی داشته باشه، ولی عرض کردم اثبات فیزیکی خاص یک مقدار مقوله سنگین‌تر میشه. در نتیجه اینجا شاید بتونیم به عرف مراجعه کنیم، ببینیم آیا عرف جامعه یا درصد بیشتر از جامعه رو قبول دارن یا نه. ما توی بحث فرهنگ خودمون یک اسپند داریم که میگیم اسپند رو دود کنید. بعضی در قبایل آفریقایی، قبایل سرخپوستی در آسیای خاور دور ایده‌های مشترکی دارن با فرهنگ ما، حتی در اروپا، حتی در آمریکا. اصطلاحی هست که وقتی میگن ناکته بود میکنن، میگن بزنید به چوب اگر یه تعریفی چیزی میکنید. هستش در فرهنگ‌های مختلف دول مختلف. ولی یه بحث منطقی و تقریباً بخوایم اون دیدی که خودم پیدا کردم بهش بخوام یه مقدار تعریف فیزیکی ازش داشته باشم، میتونم بگم وقتی که شخصی مورد حسد دیگری قرار میگیره، حسد اثر تخریبی داره و اثر سازندگی نداره. یه بار عرض کردم قبطه ناراحت میشی ولی شادی هم همراهش داره و میگه ای کاش منم باشم. دلت با طرف مقابل خوشه، خوبه، شاده و میگه ای کاش منم جای اونم، منم بتونم به این برسم. ولی تو حسد فقط بس تخریبی، میگی من چرا نه. اینجایی که میگی من چرا نه، پالس هایی رو میفرستی، فرکانس هایی رو ایجاد میکنی. برای همین وقتی شما یک اتفاق خوبی براتون رخ میفته، در کنار اینکه باید کاملا شاد باشید، یه دفعه شاید یه سری نویس ها باعث بشه که اون شادی شما رو دچار تخلخل کنه، خللی براش ایجاد بکنه، مزاحمت ایجاد بکنه. یا خدای نکرده اگر تعداد چشم‌ها زیاد باشه، تعداد تفکرهای منفی و بد بتونه شما رو بیشتر تحت تاثیر قرار بده. آیا میشه از جلوگیری کرد از چشم‌ها و چشم زدن‌ها و چشم زخم‌های دیگران و حسد ورزیدن‌ها؟ یقینا در فرهنگ‌های مختلف، در ادیان مختلف، در کشورهای مختلف ادعیه‌ها و دعاهای خاصی دارن که اون دعاها میشه دعاها رو خوند، یه سری اعمالی انجام داد. عرض کردم مثلا اسپند رو دود میکنن، عود دود میکنن، یه سری کاراست که همه دارن، به خدا توکل و توسل میکنن و شروع میکنن برای خودشون، حتی گفتم که به چوب میزنن. از این جور موارد هستش که بیان مراقبت بکنن از خودشون. شاید در دوره‌های آینده‌ای که عرض کردم در یکی از فیلم‌ها، دوره متوسطه یا پیشرفته یا فوق پیشرفته، یک سری تکنیک‌هایی رو به شما عزیزان آموزش بدم که بتونید سدهای دفاعی رو برای خودتون بسازید. بحث انرژی‌های مغناطیسی دور بدن که تمام وجودات این میدان‌های مغناطیسی رو دارن. این میدان‌های مغناطیسی رو
تو بدنتون رو تقویت کنید، بتونید مقاومت درست کنید، بتونید یک سطح‌های دفاعی نسبت به تفکرات، نسبت به پالس‌های منفی، نسبت به فرکانس‌های منفی و فرکانس‌هایی که از بیرون میاد و میخواد شما رو قاطع کنه و اذیتتون کنه، بتونید باهاش مقابله کنید، یه سطحی رو بسازید که اون سطح‌ها جلوی ورود اونها رو بگیره. شاید در دوره‌ای اون البته کردم به تدریج تکنیک‌هایی رو بگم که در یه جایی کامل بشه این رو خدمتتون انعکاس بدم و آموزش‌های لازم رو در این حوزه. البته آموزش که میگم پوزش بخوام بیشتر بگم انتقال تجربه، چون من هم پژوهشگر هستم و دارم پژوهش میکنم، دارم مطالعه میکنم، خودم رو همیشه در حدی میدونم که خودم میگم پژوهشگر بین‌المللی ذهن. در زمینه ذهن دائم دارم بیش از 35 سال دارم تحقیق و مطالعه میکنم و پژوهش، و دوست داشتم که در نیمه دوم 50 سال دوم زندگیم این تجربیاتم رو با شما در میون بذارم، انتقال بدم به تمام مردم دنیا. بتونم این رو به هر حال وظیفه من هستش که این رو نشر تجربیاتم رو گذاشته باشم و فقط برای خودم نباشه، با خودم ببرم. امیدوارم که بتونم در طی مدت براتون اتفاقات خوبی رقم بزنم. دلتون شاد باشه همیشه. برای مردم دعا کنید که این دعاهای خیری که برای دیگران میکنید یقینا کارمای هستی و خداوند میبینه و به خودتون خوبی ها رو برمیگردونه. انعکاس خوبی هاشو خودتون هم در زندگیتون خواهید دید. برای من هم دعا بفرمایید، دعا کنید که خداوند به من و خانواده‌م هم نیکی رو دائمی بکنه، مراقبت بکنه از ما و خداوند سایه رحمتش رو همیشه بر من و خانواده‌ام داشته باشه. و من هم برای شما دعا میکنم که همواره شما خوب و سلامت و خوش باشید، سلامت باشید، پاینده باشید، نیکی ها همیشه هموار و همراهتون باشه براتون، پاینده و پیروز باشید. ارادتمند شما هستم، کوچیک شما، به امید دیدار مجدد. خدا نگهدار.